مشی به والله نمیشه. تو این گرونی با این آفتی که زده به زمینامون، سالی 5 تنمون شده 500 کیلو. به خدا دیگه نمیتونیم، کم آوردیم. ما نیستیم آقا، ما نیستیم. یا علی مدد. از اینجا مثل غریبه بریم از این لطفاً این وایس رو گوش کن. دیشب که حرفامو گوش نکردی، وسطش غیبت زد رفتی. خودت میدونی همیشه همونقدر که دوستم داشتی عاشقت بودم و هستم. تو این سالا خیلی جاها با هم ساختیم، از خیلی تفریحا زدیم که بتونیم از سختی‌ها بگذریم. در کنارش کلی لحظه و خاطره خوب ساختیم، از هم یاد گرفتیم و همه جوره با هم رشد کردیم و مکمل هم بودیم. اما من دیگه اینجا نمیتونم بیشتر پیشرفت کنم. بال و پرم بسته است. اینجا ایستگاه آخر من بود. تو که خدا رو شکر کاروبارت گرفته، هر روزم داری بیشتر تلاش میکنی. اما به این فکر کن، اصلا من میموندم، میرفتیم زیر یه سقف، چی میشد؟ تو هی سر کار، من پی درس و تحقیق و دانشگاه. شب به شب شام بخوریم، بخوابیم تا فردا که دوباره بریم سر کار. خودت هم همیشه اینا رو خوب میدونستی، ولی تا حرف رفتن میشد میزدی جاده خاکی و بحث رو عوض میکردی. من 2 هفته پیش کارهای پذیرشم تموم شد. پس فردا هم پرواز دارم. خودت شاهد بودی من چقدر تلاش کردم برای رسیدن به این دانشگاه. الان برای خودم سخت‌ترین کار ممکن دوری از تو و خانوادمه. ولی 2 سال بهت اصرار کردم تو هم بیا کاراتو بکن بریم. هر بار یه بهونه آوردی گفتی نه، خونمونه، مملکتمونه، کجا بریم؟ همینجا زندگی رو میسازی. ولی باید قبول کرد این حرفا فقط تو فیلم و داستانا قشنگه. تو همیشه به یادتم و امیدوارم یه روز دوباره با حال خوب و توی شرایط دیگه کنار هم باشی. فعلا. دیشب چیکار کردی؟ پاسپورت من دست توئه؟ کجا رفتی؟ تو رو خدا اذیت نکن، من پس فردا پرواز دارم. سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم. من کسی که تو فکر میکنی نیستم. قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم. من رویاهای شبانت نیستم، هیچ درخور زیباییت نیستم. راستگو نیستم، درست کار نیستم، چاره ای نیست، هیچ کس نیستم. نه از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم